بچه‌ها، امیدوارم کارتون خوب باشه. آقا اومدیم بریم یه دوربین مخفی بگیریم که واکنش مردم چیه. خدا بخیر کنه. بریم. من مال اینجا نیستم، رفیقم میدون آزادی میدونی کجا میشه. سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه بچه ها. امروز فردای دیروزه، نه یعنی دیروز ما اومدیم همینجا سر ضبط همون دوربین مخفی که گفتیم، متاسفانه نشد. فکر کنم همین موقع هم بود اومده بودیم، از یه چند نفر دوربین مخفی گرفتیم نشد. کلا مأمور اومد و اصلا یه چیز خیلی درب و داغونی بود. ولی خب اینجا لوکیشنی که نمیشه دوربین مخفی زیاد بگیری. خب ولی خب اگر خیلی حمایت باشه من دوربین مخفی رو میگیرم. فکر می‌کنم تو ویدیوهای قبلی هم متوجه شدین که نشد. پروژه منتفی شد، یه نفر گرفتیم خیلی شاکی شد، بعد رفت به این مامورای پارک گفتن، اومدن ما رو مورد هدایت قرار دادن دیگه، دوربین هم نزدود بگیرن. یه جا مامور اومد سمتمون، مامورای پارک هستن خدا خیرشون بده، اومدن ما رو هدایت کردن. نشد متاسفانه دوربین مخفی رو بگیریم. من شرمنده ام، ولی خب یه سری شوخیای ناجور باشون میکردم، خوششون نیومد و نشد متاسفانه. ولی خب یه خانومی شاکی شد اینجا که بعد رفت به این مامورای پارک هستن، به این مامورای پارک گفت و مامورای پارک هم من دیدم اینجا، من از بس میام دیگه مامورا رو واقعا میشناسم، بی دلیل نمیان دور پارک قدم بزنن. دیدم یه چند تا مامور ریختن دور پارک دارن قدم میزنن، اصلا یه وضعی. منم دیگه به رفیقم گفتم هر چی هست و جمع کن فقط بریم، چون اگه دوربینو میگرفتن دیگه حالا بهمون نمیدن. داستان داشتیم سر این. حالا یه ولاگ دوربین مخفی هم اگر نشد، کلی ولاگای خفن، کلی چالشای خفن تست کنی و همین. امیدوارم کارتون خوب باشه، امیدوارم که مثل همیشه خفن باشین، مثل همیشه پر انرژی باشین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.